خوش اینا نصیب بود است به زیارتی خونه خود آمدیم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدیدتان به خانمانوزی استاد لایق. مرحمت مربیتان. اینجا همه خانه‌ای که 20 می سال 1941 ساعت 10 شب در آن همین کلبه فقیرانه با طبع شاعرانه در آن همین زمین سخت کوهستان با دل نرم شاعرانه ساعت 10 شب استاد لایق چشم به عالم هستی گشاده تا از ختم مکتب 7 ساله همین دیهات در آن همین کلبه فقیرانه عمر به سر برده‌اند. اولین الهامای استادم از همین کلبه گرفته شده. چخیلی که وقتای پیش بومها بالا شیفر نبود، وقتای باران میچکید، همین منظره استاد به شعر کوچاندن. این شبی ترشروی بارانی کلبه مادرم به یاد آمد، بام او میچکید زی بارانها در دلم عالمی بداد آمد. انا همین کلبه فقیرانه با کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم شاید جامعه داماده می دوزی به صد نیت که روزی توی دیده در قدیمن بشکنی ارمان. انا همین کنج صندلی. پدرم اساسا پدرم دهقان بودن و با یک چند هنرهای دیگه هم داشتن. شکستبان بودن، تراوماتولوژی امروزه. کم کم حافظ هم بودن که آوازشان با آواز معروف خوجه بهادرов مانند بود. پدرم بسیار میخواستن که استاد دهقان باشن. حتی استاد در یکی از شعرشون آورن که پدرم ای پدر دهقانم تو همی خواست دهقان باشم، نروم یک قدم از ده بیرون بنده مذهب و ایمان باشم. پدرم باز ببخشا بر من که نمانند تو من دهقانم. شاعری هم به مثل دهقانی است، شعر تخمی است که سبزد در دل. نیکی استاد بسیار میخواستن که پسرشون شاعر باشن، پسری اونگاز من این دلاور شد دهقان شدن. اگر نام همه کارها همخیل چخیل که طبیعی برعکس تکرار یافته. یعنی پدر استاد بزرگوار میخواستن پسرشون دهقان شدن، در حالی که شاعری مثلا معروف و زبردستی ملت تاجیک شدن، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان. ما تاجیکای زاده و بزرگتر قزاقستان هستیم که امروز اینجا سفر کردیم و این نوار هم مخصوصا برای تاجیکای قزاقستان است که اگر که مثل من اونجا تولد شدن بزرگ شدن میخواهند و سرزمین اجدادی خودمان یعنی دیار نازنین تاجیکستان سفرها داشته باشند، حتما پیشنهاد میکنم که به این منزلای مثلا بزرگوارها حتما بیاید. علل خصوص پنجیکین که هم استاد ابا عبدالله رودکی اینجا هستند، هم این منزل استاد لایق شیرالی که میتوانید از نزدیک اومده ببینید. حالا ما از برادرشون خواهش میکنیم که هر چی که اطلاعات لازم و کامل دارن نسبت استاد برای ما مثلا پیشکش کنن که من شخصا خودم مشتاق زیارت همین منزل و همین مکان بودم. برای خودم اولا اطلاعات لازم به دست برم و دوم برای بینندگان این نوار. البته بسیار چیزا از بی اهمیتی گم شدن. همون اشیاهایی که باقی مونده، من این لباسای مادرم، من این اسباب‌های روزگاری همون دوره چیزای باقی مونده همین خیلی. این همون کوارتیرهای پیشتره. اینجا کوخنی بود و اینجا گوییم سپالنی. اینجا خوراک میپختن و اینجا خواب میرفتن. همینجا کوخنی ها، اینجا دیمه خودش راست بالا میبود. اینجا راست بالا میبود. بعد بازسازی محکم شده یکا. شعرهای استاد یگان تیشون صنعی به دنیا آمدگی نیستن، همیشون طبیعی به دنیا آمدگی. چخیل که حاضر من همین بیرون به نگاه میکنید روپرای ما کوه هست. وقتای بهار یک تا سنگ اگه غیلان میشد آنجا و یک چند سنگ غیلانده میآورد که همین منظره هم به شعر کوچاندن استاد. از کوه سنگی چون فتد صد سنگ را بیجا کند، مردی چون نامردی کند صد مرد را رسوا کند، نادان چو دانایی کند احسن بگوییمش همه، اما چی بتوان کرد اگر نادانی دانا کند. بعضا آدمی دانایی هم نادانی میکند، نیکی یک نادان بود دانایی هم میکند. همین خیلی همیشون طبیعی به دنیا آمدگی. یگان تیشون گفتیم که من همین منظره همین خیلی استاد به شعر کوچاندم. چی خیلی که من همین یک گپ دیگه که مادر همین ما با میگویم همین چیزا پسرم به کفتی راست خواب را نون به دست راست گیر، اول آستین راست پوش میگونم. نیکی ما همین چیزا میشنویم هزارها بار، نیکی به شعر گرداندن نمیتونیم. استاد لایق همین منظره گفتن که مادرم دائم میگفت وقت خواب
خواب کن البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه بازوی راست. نان را دایم به دست راست گیر، پوش اول آستین راست را. گر ببندی عهد دست راست ده، دست چپ نه خیر دارد نه بقا. خرد بودم بیخبر بودم هنوز، فرق بین دست چپ و راست چیست. خواب کردن سیر بودن مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحت هاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بنموده است. این یک ویش که همون منظره همین ما دیدگی هستیم. یک منظره دیگه همین شرایط کوهستان استاد به شیر کوچاندن. گفتن که برای مادر ده صبحگاهان چو گاو می دوشه، پشتی او را به مهر مالیده، میله هایش زشانه می افتاد، به درون شردوشه لغزیده. هر گهی در تنور بازودار کلچه های به شیر می چسباند، سر میژگان و ابروانش را لخچه های تنور می سوزاند. نرم نرم به سرم می لغزید، بی سخن پلکای چشم مرا به نوک پنجه هاش می مالید. در دلم چقدر تمنا بود، لیک از سادگی نمی گفتم. دست او بر روی دلم وصه ها را شمرده می خفتم. که این منظره از سر هر یک ما گذشتگی نگی ما همچنین بشر گرانه نمیتونیم اکار استعدادی خاصی خودشان استاد. خب یعنی این همون اتاق هم جایی که استاد تولد شدن. فقط میگفتین که در یعنی عائله استاد وقتی تولد شدن مثلا پدر مادر و چند تا برادر چند تا خواهر بودن. استاد وقتی تولد شدنشون در عائله 2 تا خواهر و 1 تا اکا داشتن. بعد استاد با 1 خواهر و من شدگی. ما همگی 3 پسر و 3 دختر. سلامت باشه. حالا استاد چند تا فرزند دارن؟ استاد 5 تا فرزند دارن، 3 تا پسر دارن و 2 تا دختر. بله، صبح امروز سری سفره صبحانه با پسر استاد نشسته بودیم و یعنی در واقع امروز صبح ما خیلی صبح خوب آغاز شده بود. هم پسر استاد لایق با ما بودن و هم پسر استاد صدرالدین عینی. خب جای دیگه دیدنی دیگر اتاق هم همش اگر آیسته آیسته قدم زنیم و معرفی کنید و از آثار و از کدام سال استاد از اینجا رفتن با کدام مکتب های دیگه و یعنی از اینجا با کدام پله ها اول قدم گذاشتند و چگونه؟ استاد بعد ختم مکتب 7 ساله همین دیها با آموزشگاه پداگوژی شهر پنجکین داخل شده. بعد اونجا بعد به شهر دوشنبه در دانشگاه انستیتوت به نام شوچنکو انا تحصیل کردم. بعد همون کار و فعالیتشون تا لحظه های آخرین حیات در همون شهر دوشنبه بود. اینجا هر سال 2-3 مراتبه میموندم. اینجا من جایزه های و همون چگیم مکافات های و تحفه های و این رادیو پریاملیک این عکس استاد است؟ عکس استاد در نزد همون دانشگاهی به نام شوچنکو. من این عکس گردی این عکس جوانیشون ها؟ عکس جوانیشون وقتی دانشگاه. یعنی این عکسایی که آخران ما دیدیم با این عکس اصلا اگر که همینجا نبینید شاید یک کس نقل نکند ندانیم. من این عکسی که وجه علاقه ما وقتی که میشناختیم توجیه قزاقستان درباره استاد یگان چی میخوندیم جشن 50 سالگی استاد در همین دیها در همین عکس یعنی جشن 50 سالگیشون در همین دیها. من این یکمش هم هوای من اینش منقطع استاد من. سلامت باشید. همیشه درباره استاد شما. بسیار رسم بودن دیگه از بی اهمیتی گم شده رفتن بود. کی می‌داند این؟ بله. این رادیو پریاملیک یک گروه ادیبای شهر خوجند در توی خانه‌دارشوی استاد رو تحفه کردیم. خود استاد 1-2 ماه گوش کرده بودن دیگه همیشه نو استاد از این چیز. یعنی در توی استاد همین تحفه کرده بودن. تحفه یک گروه ادیبان شهر خوجند به لایق شهرلی در توی خانه‌دارشوی ها. باور نمی‌کنم. شما میگین نه استاد است. این رسم این تحفه رسم از فرانسه فرانسوزا حتی میشناسن استاد. من این برادر کلانی ما این کس حالا هستم 83 و این کس 85 بازه. این کس من این دیه پایان زندگی میکنم.
این رسم 50 سالگی استاد که این رسم خیلی به خود استاد معقول بود همین رسم. این هم یک عمل بچه خودمو کشیده این رسم. عمل بچه خودم. این باشد چپان دامادی استاد است من همین که این اصلش همین چپانی سال. چپانی سال چپان دامادی استاد من اینم چمدان دوره دانشجویی استاد اینم اصلش هستیم. از این جامدانه گرفتن نکرد. یعنی این چپانی دامادیشون وقتی روزی دامادی در تن داشتن اون شاید جامعه دامادی روزی به 100 نیت انا همین جامعه دامادی یعنی در حقیقت دوران دانشجوییشون استفاده می‌بردن همین چمدان‌ها یعنی جامدان به زبان جامدان دیپلمات امروزه دیگه بسیار چیزی در اون وقت خودش این هم لباسایی که استاد آخر وقت می‌پوشیدن خود من نوارهای هم هستن لباسا ما این کلاه‌ها از کجا این کلاه‌ها تحفه خرغزای برادرشان این یعنی کفشان کفش استاد کفش استادم آخران کفشی که استاد می‌پوشیدن این کاستیوم کلاه همیشه هم لباسایی که استاد آخر وقت می‌پوشیدن این تاقی هم این جامعه هم خیلی همیشه این همون تحفه برادران کولابی خب اینجا هم عکس هایی استاد لویا شغلی با آوازخوان مشهوری فارس درخشانی اینا هم همش یعنی اشعار استاد خودشون هست چهار بار بیان دارم گل بار جوانی را ببینم روبروی خویش دیدار جوانی را برای استاد جوانی بسیار هم معقول بود حیات پیری اون قطره دوست نمی‌داشتن ساعت استاد کی ساعت استاد این ساعت یک وقت استاد همینجا اومده بودن این ساعت گم کرده بودن همینجا بعد استاد رفتن این ساعت یافتیم بعد استاد گفتن که این ساعت مانیتون حالا این قیمتی بلند پیدا میکنه گفته بودن استاد این ساعت هم ساعتی که همون وقتش با هر کی نبود این خیلی ساعت در دستم بستید هم که میجمید خودش سمازاواد میگن سمازاواد اینم حصور مکتب لویا شغلی هم برادر در جشن 50 سالگیشون تحفه کرده پنجکن 2000 سال جشن نوروز با گروه دوستان سال 2000 من یه عکس میسازم از مجله کتاب و روزنامه و اینا و عکس این وقت خدمت گروزنی یعنی در گروزنی خدمت کردن استاد همین سمتی راست بودگی هم فکرم استاد نه این طرف هم دیش من نمیام استاد لازم خدمتشون دو تا حتما اینجا میاد دیگه با هست نه گروزنی ها در چچنستان خدمت کردن استاد بسیار سعادت خوشرو بودی نه؟ یعنی در شهر گروزنی خدمت کردن باز در غم ناموس ملت کمترین تاجیک اگر چون من بسوزد از فروغ روز ملت به محابا خانه دشمن بسوزد این سومی غرفه اینجا همون کابینتی کاری اتفاق نویسندگان که استاد به همونجا کار میکردن با شکلش همونجا کوچانده شدگی همون ستول استاد همون تلفن همون ماشین حرف نویسی همش همون من این جزدان میگویند چی میگن نه همش همون این خودی استاد اصلش این چیزا یعنی استاد همین در دستشون گرفته با همین کار رفته می اومدن کار رفته می اومدن نه ماشینی همون وقت ماشین هم کار میکنن اون کار میکنن استول همونجا همون استول این مایکروفون از همون مایکروفون این استاد همینا
وسنا 205 با کاسیتش هم هست. کاسیتش هم هست. یک من هیچ شده میشنی کار میکنه این چیزی میشه که من فرستاد تلفنی استاد استفاده می‌کنم درباره اویلا گفتم من حاضر صحبت کردم من این عکس‌های خیلی که می‌بینید اویلا من این وسطاندم من این برادرشون بعد از همین سمت اول تا آخر یک بار معرفی می‌کردم از اول پدرتون بعد مادرم شیرالی امینی و بعد مادرم زهرا حکیمی قاری شریف اینش اپاهای کلانیم موبایل به من این که اپای کلانیم ویشون استاد ویشون اپینو بود خواهر استادو اپی من ویش هر یعنی در اویلا استاد از شما کلانتر نه یا خود استاد از ما کلانتر استاد سیومی فرزند بودن نه بعد از دو تا اپا بعد دو تا اپا بعد استاد پدرشون 1902 تولد یافتن 1974 از عالم گذشتن مادرشون 1908 به دنیا آمدن 1986 در سن 78 سالگی از عالم گذشتن هر استاد بزرگوار که علاقه معلوم 41 سال تولدشون 30/06/2000 سال در سن 59 سالگی یعنی عین آغاز الهام و شعرنویسی شاعرها بیشتر در همین سالا سر میشه خیلی در حقیقت یک شخصیت بزرگوار از دست دادیم اینم خاطره از دوست و برادر بابای اوجی اکان وقتی دیپوتات بودگیشان در اما قشلاق زیرآباد یک کوپرو ساخته بودن بعد وقتی این کوپرو کشاده شد اولیش را بوری همون استاد خودی اکان رقص کرده گذاشته بودن که این همون یک لحظه رقص است روزه شدی دوستان دوره کودکی نورسی جوانی پیری یعنی اینا دوستای استادان اکبرزاد یونس دوره جوانیشان کجا شد شاعری نایاب ملت کجا شد شاعری با آر ملت کجا شد رودکی عصر بیستم کجا شد لایق غمخوار ملت کجا شد وارث خیام دانا کجا شد شاعری خوشنام ملت واقعی سرشاب است معنی خب اینجا نگفته دارم در میگم کدام سال ساخته شد توسط کی این مجسمه در 50 سالگی استاد ساخته شده بود در سن 50 سالگیشون برای وقت 50 سالگیشان این با استاد اونقدر معقول نبود میگفتن که این به یه سن مامان یک هیکل تراش روز تراش دیگه بود بعد استاد پولی کلام فرستاده بود استاد معقول نکردن بعد وفات استاد بعد خودش آورده تحفه کردن این چیزا این چرا شباهت داره شباهت داره این شما نواختن میتونید باورم که نوازم یک چند تا می نواختید از اشعار استاد خودشان در دهی مازال گفته نبوده با اشکیشش خطا همین سرود بچگی مخصوص این برای مرکز فرهنگی تاجیکان شهر الماتا است و از جمله اودیتوری ما در کانال ما تمام تاجیکان قزاقستان اینو میبینن و از همه میخواهیم وقتی که میبینن با تاجیکستان بر همین گوشه و کنار حتما از جاهای دیدنی تاجیکستان دیدن کنم و بیشتر آشنایی پیدا کنم همین سرود بچگی با خود استادم خیلی معقول بود بسیار خودشان هم دوست می‌داشتن همین سرود بچگی در بسیار نشست‌ها خودشان همون خوانده ذوق می‌بردن برای همین یک تام سرود بچگی استادم بود بچگیم بی کس و تنها گذشت بچگیم بی کس و تنها گذشت با درم با خوش چینی ها گذشت دامنش از خوش پمر
از دامن صحرا گذشت در سری سنگی همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت شست می انداختم بر رودی مست تا بیفتد ماهی تلا بشست بچگیم با امیدی ماهی تلا گذشت خنده می کردم با سوی شرشره خنده می آمد زی هر سنگی دره بچگیم خنده بر لب لبی دریا گذشت بچگیم خنده بر لب لبی دریا گذشت نامه ها بنوشته بودم بی حساب لیک از آن سو نمی آمد جواب بچگی چون نامه بر یاری بی پروا گذشت بچگی چون نامه بر یاری بی پروا گذشت بچگی چون آبشارم ریخت ریخت بچگی چون شاخ بارم ریخت ریخت یا مثال شاهنام از دشتی با پهنا گذشت یا مثال شاهنام از دشتی با پهنا گذشت بچگی از ما بود و از ما نبود بچگی گویا بود و گویا نبود بی خبر موندیم تنها دیدیم فرسخ ها گذشت بی خبر موندیم تنها دیدیم فرسخ ها گذشت بچگی گلگونی زرعی عالمان بچگی گلگونی زرین بال من یالو بالش غرق گل از رای عمری ما گذشت یالو بالش غرق گل از رای عمری ما گذشت. سلامت باشید. در حقیقت استاد بزرگوار بودن. وقتی که شما سرود میخوندید من یک نظری کردم بر این نوشتجات اشعار استاد. مثلا ببینید زبان مادران را پاس داریم که از مادر فرا میراث داریم. این نشانه دولت بر ما میکنه که ما باید هر کجای دنیا که نباشیم
در قزاقستان، ازبکستان، امریکا هر کجایی تاجیک تولد شدیم فطرتا تاجیک باشیم زبان مادری خود را باید پاس بداریم و غیر از اینکه پاس بداریم باز حرکت کنیم عرف و عادت فرهنگ خود رو به دیگر ملت ها چی بیاموزیم معرفی کنیم و این اشعارش مثلا نکته دیگه بود اینجا خیلی جلب کرد گر آتشین یاد از من عاشق کنید گر شادمانم گر غمین یاد از من عاشق کنید. بهتر است که هر تاجیکی که به تاجیکستان سفر میکند در هر منطقه دنیا تولد شده هم باشد وقتی که این سرزمین ها رو میبینید مثلا از نزدیک ببینید من شخصا بار اول سفر کردم ولی باز هویت ملی تقویت مییابد و انسان یک روحیه خاصی مثلا بلند به دست میبرد که همین شخصیت های بزرگ در سرزمین امروزه تاجیکستان ما بودند و باز این شما رو ما شما میبینیم زیارت میکنیم این بزرگان رو هرگز فراموش نمیکنیم. سلامت باشید.